اگر میدونستی چقدر آسون درست میشه دیگه هیچ وقت از بازار نمیخریدی. یه بستنی خوشبافت سنتی که میخوام 0 تا 100شو بهتون یاد بدم. برای شروع کار پاتیلمونو میاریم، شیر، گلاب و زعفران، ترکیب ثعلب و شکر رو اضافه میکنیم و میریم رو گاز. روی گازم شلمون پایینه، اونقدری همیش میزنیم که به غلظت فرنی برسه و کشدار بشه. اینجا ما ظرف فلزی میخوایم که از موادمون توش میریزیم و میذاریم فریزر. توی سینی جداگونم خامه صبحانمون رو میریزیم، پهنش میکنیم و میذاریم تو فریزر. حالا هر 1 ساعت بستنیمون رو خارج میکنیم، یه همه ریز میزنیم و مجدد میذاریم تو فریزر و این مرحله رو تا 6 بار تکرار. وقتی خودشو گرفت تیکه های خامه و مغزیجات رو اضافه میکنیم توی سینی که اندازه است از نون میکادومون قرار میدیم، بستنیمون رو روش فرش میکنیم و با این نون میکادو میذاریم تو فریزر که به مدت 5 ساعت واسه خودش آروم بمونه. اینم از بستنی جذاب ما که امیدوارم درست کنید و ازش لذت ببرید. نوش جانتون.